ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم سخن باز. الحمدلله و المنه، الصلاة و السلام یا رسول الله. پیغمبر علیه الصلاة و السلام توجه من و شما را بر یک حدیث میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و میگه صفت زن مؤمن کامل در چیز است. همین دو چیز از زن مؤمن کامل داشته باشه صفت مؤمنی داره. پیامبر خدا صلی الله علیه و میگه اولا این که هر وقت شوهر به طرف او توجه کند، نظر کند، اون به شوهرش به یک چهره کشوده، به یک لبخند نظر میکند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و میگه. و دیگر اینکه هر امری که به طاعت به امر زندگی کنش او فرمان برداری میکنه. مقصد هر امرش کنه، هر کارش که بگه، زن چی میگه؟ میگه خوب شده است، ای پای زندگی میشه. این دو عملی هست که اگر زن مؤمن داشته باشه از این حدیث پیامبر برخوردار میشه. در این زمان حاضر ما و شما اندک مشکلات زندگی زن از زنیش میگیره، اندک مشکلات، اندک ناخوبی از شوهر بینه، دیگه چیکار میکنه؟ همیشه چهره خنده را از شوهرش دور میکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و در دیگر حدیث عایشه مادرمون میگه که هر وقتایی که زن برای مشکلات زندگی، برای اندک نفقه کم رسیدنش، اگر شوهرش بگه من طلاق که من دیگه نمیخوام قطع زندگی کنم، تو کم بغل شده، تو ناداری، تو همین تا بسیار گفتنش بگیره، و خداوند از رحمتش، از بوی جنت محروم میگرداند همون زنی را که از شوهر طلاق میکند برای اندک مشکلات زندگی. به همین خاطر همه خونه با خودش گپ داره، با خودش خبر داره. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله عایشه مادرمون یک وقت گپاش گرفت، امام غزالی حکایت میکنه. بعدا حضرت ابوبکر فایرو کرد که تو اینکه نصیحت کنه. وقتی حضرت ابوبکر رضی الله عنه اومد، عایشه مادرمون گفت سخن پیامبر سر کنه که راست بگه. حضرت ابوبکر ناراحت شد. عایشه مادرمون میگه یک شپاتی زد تا حتی میگه دهنش بینیش خون اومد. عایشه مادرمون گریون شد. با بعدن پیش پیامبر قچا که پیامبر میگه پشت پیغمبر در بجا شید گریون شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت یا ابوبکر مطرح فرود نکردم که تو اینکه عایشه را بزنی، مطرح فرود کردم تو اینکه را نصیحت کنی. نگاه کن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خونش هم از مشکلات خالی نبود. آبی روان به خس خوشوگ نیست، آدمیت ای پاک نیست. کوشش کنیم که در زندگی بهترین رفتار داشته باشیم نسبت خدا و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله.